به نام خداوند عدالت و آزادی. با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان و بینندگان عزیز شبکه جهانی توسعه اقتصادی هزاره ها. عرض به حضور شما که میخوایم در رابطه با این که چطور و چرا ما به این فکر افتادیم که این شبکه را ایجاد بکنیم، فقط به صورت مختصر میخوایم گذرا به صورت کلی موضوعات در خدمت شما عرض بسازم. اول اینکه با توجه به شرایط اقتصادی در افغانستان با وجود بحران‌های پیش آمده در سال 2021 و چالش‌های سیاسی که به وجود آمده، متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم برای ما نگران کننده بود. با توجه به پیشینه تاریخی وضعیت اقتصادی افغانستان و مخصوصا هزاره ها، بر این باور شدیم که در سالهای بعد احتمال بسیار زیاد با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد و ما نیازمند ای هستیم که باید با یک راهکار و استراتژی دراز مدت در رابطه با اقتصاد هزاره ها کاری انجام بدیم تا بتوانیم در چنین برهه‌ای از زمان کمک افراد و اشخاصی که در داخل افغانستان با مشکلات زیاد متعدد و روبرو هست کمک بکنیم و این آغازی باشد در بخش اقتصادی که یک برنامه دراز مدت را ما بتوانیم به کمک و همکاری قوما در دیاسپورا شکل بدیم و از این طریق بتانیم برای توسعه فردی، رشد و توسعه اقتصادی برای هزاره های جهان در هر کجایی که هستند کمک بکنیم. هدف مشخص و دقیقی که ما در این مورد گرفتیم با چند نکته میتونه کار ما را بسیار روشن و دقیق مشخص بکنه. اول اینکه هزاره ها با تراژدی هایی که در طول 300 سال مواجه بودند، فرصت یک رشد اقتصادی و یا توسعه اقتصادی را متاسفانه در افغانستان نداشته و به همین دلیل هم هزاره ها بیشتر مهاجر شدند و در کشورهای متعدد جهان حضور دارند و این حضور هم به خاطر که اینا از یک جنوساید جان سالم به در بردن و کشور به کشور با سختی های زیادی مواجه بودن، به همین دلیل متاسفانه تجربیات از این که تجارت بکنن و یا حتی فکرش بکنن نداشتن، یعنی متوجه نشدن با مشکلاتی که دچار بودن. اما خوشبختانه در سالهای اخیر دوستانی قبلا آمدن با رشد چشمگیری که در جامعه اروپا، آمریکا، استرالیا و کشورهای خارج از حوزه افغانستان داشتن، امیدی از این میره که در راستای توسعه تجارت با یک هماهنگی خوبتر بتانیم این کار را بیشتر رونق بدیم و ارتباطات بین تولید در افغانستان و بازار آن در کشورهای خارج زمینه را فراهم بکنیم که دقیقاً به همین منظور شبکه را ما آغاز کردیم، رویش کار کردیم چگونه دوست‌ها را به هم وصل بسازیم. آغاز کار ما را از اسپیس های توییتری شروع کردیم، با اینکه در حال مبارزه با بخش استاپ هزاره جنوساید و بی‌عدالتی بودیم، در کنارش خواستیم که در این مورد کار بکنیم و به همین دلیل از دوستان و عزیزان دعوت کردیم، اونا هم لبیک گفتن و طرح دراز مدت 30 ساله را مطرح کردیم
و این طرح را تدوین کردیم و با پرزنتیشن های با جمع قوما در پلتفرم های توییتر، زوم و گوگل میت پیشکش کردیم به نهادهای هزارگی و نخبه های هزارگی و همه هم استقبال کردن که استقبال اینا باعث شد ما بیشتر تلاش بکنیم و در این عرصه دوستا را جمع بکنیم تا یک زمینه شود برای آغاز کار. خوشبختانه تا حالا کارهایی که صورت گرفته تعداد حدود 130 نفر از قوما به صورت جدی آمدن در شبکه فعالیت خود را آغاز کردن و ما تانستیم سروی هایی را در داخل افغانستان انجام بدیم، فرصت های کاری را و چالش هایی را که وجود داره اینا را مورد ارزیابی قرار بدیم که با توجه به او چالش ها و مشکلاتی که از گذشته بوده بتانیم طرح‌های اقتصادی خود را درست‌تر دیزاین بکنیم. بنابراین با توجه به همه چالش ها و مشکلاتی که وجود داره ما تانستیم یک طرحی را تدوین بکنیم که جزئیات از او را نمیشه در یک ویدیو ما صحبت بکنیم. انشالله در مدت زمانی که خدمت دوستا هستیم بتونیم به طور مختصر فعلا ارائه بکنیم و بعدا هم کم کم با دوستا شریک خواهد کردیم. فعلا کارهایی که صورت گرفته، کمیسیون ها، کمیته های مشخصی که ما در این بخش مد نظر داشتیم، کمیته تولیدات، کمیته صنایع دستی، کمیته سرمایه گذاری، کمیته تکنولوژی، کمیته بازاریابی، کمیته اکتشاف و بخش اجرایی که دبیرخانه می باشه و بالاترین مرجع اجرایی که بخش دبیرخانه هست، اینا به فعالیت های خود آغاز کرده خوشبختانه که اون هم با یک انتخابات دموکراتیک و آزاد به صورت آنلاین و لایف انتخابات صورت گرفته و خانم محبوبه رضایی را به عنوان رئیس اجرایی یا دبیر کل شبکه فعلا اجرای فعالیت های خود را شروع کردن که ما امیدوار هستیم بتانیم در فاز دوم برنامه که فاز اول ما تا همین مرحله بود که چند قلم بسیار خوردش باقی مانده تکمیل میشه، در سال 2024 فاز دوم برنامه ما هست که در اینجا ما به کارهای مانند عضویت گیری به صورت انبوه از کشورهای مختلف جهان جذب عضویت میکنیم و برنامه های کوچیک خود را آغاز میکنیم. برنامه های ما به صورت بسیار روشن و شفاف به خدمت دوستا ارائه خواهد شد. چیزی که نیاز هست ما در اینجا یاد بکنم این است که به خاطر از اینکه سازمان اقتصادی در بین هزاره ها به صورت عمومی هیچ وقت نبوده و ما خواستیم که این سازمان به خاطر بقا و اینکه باید دوامدار باشه و مشکلی ایجاد نشه تا اعتماد مردم